من خواجه حسن و نگار، من آموزگاری مکتب میانه رقم 68 ناحیه رودکی می باشم، جماعت چهار کران. همین سحر من کار رفته بودم، یکی دختر من معلمه های، ولی که دادرم زنگ زد و بچه‌ام سحر کار رفتن. دادرم میگه زنگ زد که یک ماشین اومد پیش ماشین ما را قپید و ما را فرا آوردن، پیش رای ماشین گرفتن، ما را فرا آوردن، گرفتن آوردن ناحیه سینا. بچه من لباسای کاری قطعی آمده رای خانه، همون لباسای کاری قطعی آوردنش همینجا. همین بچه من سلامتی ساز نیست، ناحیه سینا ناحیه رودکی رفته ابله کرد، همین گوشه های نزدیکی های شهر. بچه من غفورزاده سامان رحمان علی، تولد سال 1998، عائله دار. بعد بچه من خیلی صاحب کارن، استای در چیزای پلاستیک هن، دیگه حاضر یک ابیکتی شهر در رو تیزه میچسبونن. وای بیماره، وای هم عصبش ساز نیست، هم زرینی چشمش پسته، هم با پاش وای دارد خیلی پلاسکستاپیه پاش که وای دویدن خشم نمیتونه، همواره پاش کفی پا هموار. انا با یک تا کسل دیگر هم برا آورده بودن شد، چیزی در گوشم چی دردی هسته. اگر این بچه من سلامتی ساز می بود، من آموزگارم، من سال 34 سال که من معلمه کار کردستم، در شعبه کارهای داخلی هم کار کردیم در جای شناسنامتی. لیکن من بسیار میخواستم که بچه خود من مثال به همین رنگ چخیلی که دوره سویتی توی تماشا باری میبرم، همون خیلی گسیلش میکردم. لیکن من مراجعت کردم، اولی که وای یکمین باری که کمیس باری و این کمر گذاشت، اونجا وای زرین چشم بزیب گفتن، ما اهمیت ندادیم، سین سالش به نهر میره شد. رفتم من گفتم که همین بچه مرا به واسطه داستف وای کنکم پروه بگیره که رود خوجا شفیار شود کار کنه. گفتن که بچه نمیشود، این کار نقشایی هم سلامتیش نمیشود. انا بعد دیگر همون ناحیه رودکی وای نکردم، خیلی که حجت ها را سپاریدیم و حجت اونجا نگرفتیم و یا غم نمیتین. همون ناحیه رودکی کمیسریاتش پویسکه میتین، همون پویسکه خطی میبرن، ابله نمیتین میدونن، لیکن یگون کس و نمیبرن، این پویسکه میتین و پویسکه میبرن، بعد یکش خودشون اختیاری میرون همین ناحیه رودکی. لیکن همین شهر بسیار غم میتین، شهر میباید اینجا ها میقپه، جایی میشد ناحیه حصار میباید اونجا را میقپه. کمیسریت حربی ناحیه سینا های همونجا کمیسریت کچینار ده. با من رفتم چون که بچه مرا جواب دیه رودکی خطی در تماس شوید و یا میدونید که بچه سلامتی ساز نیست، تو کی خدا دی خواهی میکنی، همش وقتی من گپ میزنم گفتم که تو چرا خیلی گپ میزنی، شما حق نداری که یک تریتوری دیگر یک کارگر را دزدید، شما این که چه ضرر آوردید، همه یک کارش مون، همون بچه دیگرم هم من یک کار موندگیم، تو خود یک بیسوادی. گفتم که همون نچلنیک تبیار من همون آدمی در کشکش شدگی پیشتری زد شده، همون یک بیسوادی. گفتم که همین خیلی که من رو مولا در فوکم پیچاندم، من در تو بیسوادم. گفتم شما بیسواده که خیلی کار میکنی، همین آدمی که کوچه تصادفی میقپن و مگر عسکر میشود و پگه محافظتگری وطن میشود، اینو باید که تیار کنن و سواد داشته باشد، خودشناسی ملی داشته باشد، سالم باشد که وای بعد پگه وطن رو محافظت میکنن. هر خیلی آدم خیلی کوچه میگیرن و ببرن کسل و همه خیلی وای. البته من یک دو تکلیف دارم، وقتی که وای شهروند رودکی سینا قپیده بگذار که در حساب رودکی رود، سینا بخش شهروند خودش برد. حالا اگر من روم یک کاغذ مدن نمیتین، میگن تو شهروند ما نیستی، چرا شهروند یک ناحیه دیگر ایام قپیدین، بگذار ناحیه رودکی قپیده در کار باشد. فرزند در اصل بیماره هست؟ بیماره در اصل ها، اگر وای ساز می بود وای اولی بر وقت میرفت، وای در حصار قپیدن هوی دادن، انا در ناحیه فردوسی هم قپیدن. لیکن فردوسی هم میگن همون آدمایی که آوردین شکو گفتن که سالم گذران هم یک دختر قهر کرده، گفتن که من یارو چه سالم میگذرانم، من برای امضا پگه جواب میتیم، پگه یا واقعه شود. اگر به شرط اولی همین بچه مرا برند کو ناحیه سینا مده وای تیاد گارانتی تیاد که بچه من یگان واقعیت اوجا نکند و ساق سلامت به پیش ما بیاید. بچه من سلامتی ساز نیست، با زنش دادگی این انا بای بانک خرج گشته توی کدگی و من یک آدمی نفقه خور
من بانکی باید چخیل میوای میکنم کار میکند بچه بیکار نیست کوچگرد نیست ولی کار میکند پولی بانکش میسپره اگر سالیم هم میبود کو بعد همین زنگیریش همین تابستان زنش دادم من اگر ناحیه رودکی سالیمش میبرورد کو من میگم که بیا 1 سال استراج کشتیه مهلتش دید که پولی بانکش سپره من چی فرزند کلان کردم نفقه برآمدم با کار کردم با من پولی بانک بکنم در جای وای